ما در استودیو. متشکرم از توضیحاتت همکارم بهرنگ تاج‌دین. اما همونطور که بهرنگ هم گفتی یک سری ایالت‌ها هستن که ایالت‌های کلیدی هستن. الان 5 تای اونها وضعیتشون نامشخصه، اما احساسی که در کمپین دو طرف هست جالب و دیدنی. از طرفی کمپین دونالد ترامپ بسیار دارن احساس خوشحالی می‌کنند، کمپین خانم هریس و طرفدارانش دارن با نگرانی این انتخابات رو الان نتیجهش رو دنبال می‌کنن، ولی هنوز خیلی زوده برای اینکه بگیم چه کسی رئیس جمهور بعدی آمریکاست. به عنوان مثال در سال 2000 نتیجه کل انتخابات محدود شد به یک ایالت که اون زمان ایالت سرنوشت ساز بود، ایالت فلوریدا، که توش جورج دبلیو بوش تونست با 537 تا عدد رای دهندگان 29 رای الکترال رو بگیره و این ایالت رو از آن خودش بکنه و الگور رو شکست بده. اینقدر این ایالت ها حساس هستند و سرنوشت ساز و هر لحظه میتونن در واقع نتیجه انتخابات رو تغییر بدن به نفع یکی از دو نامزد. علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیا از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای مهدی، اول میخوام نظرتون رو بدونم راجع به نتایجی که تا الان دیدیم، چی به ما میگه تا حالا؟ خب به نظر میرسه که اگر که این به نظر میرسه که اولا آرا خیلی نزدیک بوده، همچنان که پیش بینی میشد و نزدیک هم هست. درسته که آقای ترامپ الان جلو هستن، ولی خب اگر من از تلویزیون دیگه دور شدم، اخبار برای آمادگی، شاید قریب به 5 ایالت هست که هنوز آراش هنوز به طور کامل شمرده نشده و اگه شمرده بشه به احتمالاً به همون نتیجه نزدیک بودن و احتمال اینکه آقای ترامپ برنده بشه خب زیاده الان با توجه به آرایی که الان در دست دارن. ولی خب ایالت پنسیلوانیا و ایالت عرض کنم 2 تا 3 تا ایالت دیگه که آرای بالایی دارن مثل میشیگان و اینها خیلی تعیین کننده هستن برای خانم هریس و احتمالاً اگر هم آقای ترامپ ببره که میبره به این نحوی که داریم میریم پیش میریم، اگر آرا انقدر نزدیک خواهد بود که احتمالاً خانم هریس تقاضای به شمارش مجدد بعضی از این ایالت هایی که آرا خیلی نزدیک با هم هست، مگر اینکه این فاصله ها گسترده تر بشه تا فردا صبح یا تا وقتی تمام آرا شمرده شده در اون ایالت ها. بتونید یک تصویری به ما بدید آقای مهدی که این دو نامزد وقتی بهشون نگاه میکنه، به رای دهندگان این دو نامزد توی چه گروهی از جامعه میگنجن؟ چه طرفداران آقای ترامپ، چه طرفداران خانم هریس؟ ببینید آقای ترامپ به هر حال شما می‌بینید اکثر شرکت‌های بزرگ تجاری آمریکا رو رایشون رو داره، اکثریتشون رو، و از طرف دیگه بخش عمده سرمایه‌داران بزرگ. می‌دونیم هم که آقای ایلان ماسک اصلا به طور فعالانه نقش حساب کمپین و کارزار رو به عهده گرفتن در ایالت پنسیلوانیا و حجم زیادی یا پول هم سرمایه گذاری کردن و توییتر یا شیر رو هم در خدمت این جریان اکسو قرار دادن. اما به غیر از اون رده بالا، آقای ترامپ موفق شده در این دوران مثلا 8 سال خورده که گذشته طبقه کارگر آمریکا رو قانع بکنه که نماینده اونهاست، میتونه برای اونها صحبت بکنه و از حق و حقوقشون دفاع بکنه و مشکلاتی که با جهانی شدن آمریکا باش مواجه شده و نیروی کار عرض کنم که به صورت جهانی در اومده و سرمایه ها و خیلی شرکت ها رفتن از آمریکا بیرون تو جاهای دیگه که هم منابع ارزون تر هست، هم نیروی کار ارزون تر هست. این خود به خود ضربه های سنگینی به اقتصاد صنعتی آمریکا زد و اون کارگران صنعتی امروز همشون و اکثریتشون اومدن در زیر چتر جمهوری خواهان که به آنها وعده این که این مسئله رو حل میکنن. از طرف دیگه ایشون با موفق بوده در این دوران بلند مدتی که ببینید آقای ترامپ کمپینش فقط در این 1 سال گذشته مثل به صورت عادی که هر کاندیدی داره نداشته. ایشون در واقع داره از اگر حساب بکنید از 2016 و 15 تا به حال داره کمپین میکنه. در واقع یه دوره هم پرزیدنت بوده و این با توجه به این قدرت باید در نظر بگیرید که مقایسه این 2 تا کاندید امروزی خیلی واقعا هموزن نبودن. خانم هریس حتی این امکان رو هم نداشته که 107 روز یا 100 خورده روز بیشتر برای
پرداخت به جلب آرای افراد و کمپین کردن و کارزار خودش رو اداره کردن بیشتر نداشته و حتی ایشون از دوره مقدماتی که به طور عادی 1 سال نمایندگان یا کاندیداهای دموکرات میتونستن با هم دیگه مبارزه بکنن برای پیروزی و در ضمن افکار و عقاید مردم رو هم تحت تاثیر قرار بدن و بعد بهترین اونها هر کسی یا خانم هریس بود یا کسی دیگه بیاد روی کار. به این خودش که اصلا این خانم هریس انتخاب مردم نبوده، انتخاب اولیه خودش یکی از مشکلاتی بود که خانم هریس باهاش مواجه بود و بهش لطمه زد. هر حال از یه طرف کارگران، جمعیت وسیع طبقه متوسط، بخشی طبقه متوسط رو آقای ترامپ به عهده داشته، زیر چتر خودش قرار داده و یکی از موفقیت‌هاش در سالهای اخیر این بوده که توانسته میون لاتین تبارها و سیاهان به ویژه مردان آنها نفوذی داشته باشه و بتونه تاثیرگذار باشه و الان می‌بینیم که در هنوز همه آمار بیرون نیست که ما ببینیم، ولی بر اساس این اگزیت پول ها، گزارش‌های عرض کنم رسانه‌ها که از محل انتخابات گرفتن، به نظر میرسه که موفق بوده مردان زیادی رو از این دو گروه قشر مشخص و حتی آسیایی های هم احتمالاً به طرف خودش جذب کرده. موفقیت دیگرش این بوده که به هر حال مشکوکیت زیادی برای مشروعیت انتخابات و دخالت دولت بایدن مثلا در مسائل سیاسی، اونچه که خودش به عنوان دیپ استیت یا یک دولت مخفی یا پنهان میکرده و همواره این دنبال این مسئله بوده، این نوع افکار رو تونسته به طور جدی در میون طرفداران خودش جا بندازه. خب یه مقداری ابعاد عملی هم عملا داشته، به خصوص از زاویه مسئله تورم. از نظر اقتصادی میدونیم که تمام متخصصین و حتی ساختار بازار آمریکا، بازار اقتصادی آمریکا، وال استریت، نشون میده که اقتصاد آمریکا از نظر کلان الان در موقعیت بهتریه، حتی موقعیت حسرت‌آمیزی برای کشورهای دیگه داره. این رو من هم نمیگم، اگر اکونومیست رو ببینید که مجله برجسته اقتصادی به هر حال طرفدار سرمایه‌داری میگه، ولی به هر حال این مسئله تورم به هر حال چیزی است که خیلی تاثیرگذار بوده و در زندگی مردم و تصمیم و دفاعی که از آقای ترامپ میکنن. ممنونم ازتون. علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی از کالیفرنیا. خیلی ممنون. کماکان بیننده پوشش ویژه ما از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هستیم. تا الان میدونیم که دونالد ترامپ تونسته 2 ایالت مردد رو، کارولینای شمالی و جورجیا رو، 2 ایالتی که هم‌مرز هم هستند، با همدیگه نگرانی‌های انتخاباتی مشترک دارن، این 2 ایالت رو از آن خودش بکنه. 5 ایالت سرنوشت‌ساز دیگه هنوز باقی مانده که یکی از مهمترین اونها که الان چشما بهش دوخته شده پنسیلوانیا است، با آرای الکترال بالای 19 عدد الکترال که گفته میشه که خانم هریس الان باید بتونه که این ایالت رو از آن خودش بکنه تا بخواد برنده انتخابات بشه. رقابت بسیار بسیار نزدیک، همه با نگرانی دارن دنبال میکنن هر کدوم از طرفداران